سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال غرم کدره. امروزه نوار ما از ورزشگاه مرکزی دهه کدره که با تشبث صاحبکاران و جوانان دهه ساخته شده است. امروز خود و کلان دهه به حشر میدانچه ورزشی آمدند. خواستیم کمی نوار از رفت کارها برای شما پیشکش نماییم. ما با چنین جوانان و صاحبکاران دهه میفخریم. در برابر جوانان این چنین پیران زنده‌دل و وطن دوست در برابر جوانان آمده سهم خود را گذاشته ایستادند. بیا چی گفتنی داره بیاینا؟ خوشبختانه امروز طبق نقشه برنامه قشلاق دهه در ورزشگاه مرکزی دهه کدره حشر دست جمعانه امروز من جوانان پیران برنادی برای گذاردن سهم خود در این ورزشگاه به همین جای ورزش جمع آمدند. در اینجا برای از سنگریزه تازه نمودن ورزشگاه حشر دست جمعانه تشکیل کرده استیم و لیکن یک چیز قید کنیم که جوانان دیده پیران برنادل بسیارتر آمدند. از جوانان این دهه التماس داریم، خواهش داریم که من بعد اگر همین که حشرهای دست جمعانه در ورزشگاه شوند اونا تشبث خودشون زیادتر بگذارن، فعال باشند. کار کنیم که نام دهه را پس نکنیم و ورزشگاه هرچی تیزتر کار کنیم به استفاده بتیم، نام دهه را بلند برداریم، کار کنیم که در بین دیگر دهه ها یک نمونه عبرت باشیم. سلامت باشید، رحمت و دقتت. آقا باشه، رحمت. زنده و سلامت باشی استاد عزیز. خیلی که استاد بزرگوار قید کردن خود کلان دهه کوشش میکنیم تا 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای میدان را به انجام رسانده و مورد استفاده قرار خواهیم داد. اون که خوب زنه
ای با فوتوش تای خوش گذار نباشم. اوشلا میشه اوشلا. موشا برای تای خوش گذار. برا بیا. ما. بچه بختیار. بدا بیا. بدا. بیا تارود بیا. بیا. من شوفرم در خبرم خیلی فیضانه تربوز آوا چه خوردنی آمد بگه تست بخیر حرکت بیا بچه کی خریدی بیا هی بچه بگی زمینش بیا او را بر خیلی و شوفیر بر یک کرچه را قیش برد همون چه برد چی بچه ها رفتی خفه نظر شو لطش که کامera دوران نگاه کن یا سنگ میده که یا سر نشه خانه میتونه من تربوزو فایده کنم نمیتونی شم بکی هم میلوم کار استادیون 70% خلاص کردیم وقتی گرمی بچه دیگه کار کردن نشید نواری ما در همینجا به انجام رسید امیدوار هستم که لایک های خود را گذاشتید فکرهای خود را در کامنتر یا نویسید و در کانال ابونه شدن را فراموش نکنید باقی سربلند و سعادتمند باشید خداوند مددگار شما تا ویدیوهای آینده